سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر. امید که صحت و سلامت باشین و در بهترین حالت ممکن زندگیتان قرار داشته باشین و بازم تک تکتان را به این ویدیوی ما خوش آمدید میگم دوستا. ای که چند مدت نتونستیم براتون ویدیو بگیریم ولی امروز آمدم اینجا چون آب و هوایش خیلی قشنگه، آدم یک نفس تازه میگیره. واقعا خودم الان حس حالم خیلی خوبه. گفتم که شما را هم اینجا رو بر شما هم نشان بدم و ای که دوباره برگردیم و شما هم با ما باشین دوستا. اینجا محیطش خیلی قشنگه. ما یک بار تک تکتان ببینین چقدر محیط قشنگه دوستا. دیگه اینجا میتونیم از اینجا همه جا رو ببینیم، همه جای کابل ببینیم. یعنی وقتی که ما اونجاییم خیلی صدا شلوغه، ولی وقتی که اینجا آمدیم دیگه فقط خود ما هستیم، طبیعت هست و باد هست و صدای قلب ما. خیلی خوبه دوستا. خیلی محیطش خیلی قشنگه و شما هم میتونین ببینین. اونجا که میبینین سبزه دیگه، اونجا یک محیط دیگه و اینجا همونطور میبینین. اینجا عموما ما میتونیم بگیم شرک اجنبی میگیم دیگه. اینجا آدما زندگی میکنن واقعا دیگه. خیلی جای قشنگیه، آدم حس حال آدم تغییر میکنه. اینجا اومدم چون خیلی جای قشنگی بود، آدم واقعا لذت میبره دیگه. آمدیم و ای که لیلا جان نتونست بیاید چون که مریض بود، به خاطر نتونست در ویدیو حاضر شه، ولی در ویدیو بعداً حتما حاضر میشه دوستان. دیگه بازم اینجا رو براتون نشان میدم که ببینید چقدر جاهای قشنگ، خیلی بالای واقعا آدم وقت داشته شه عین بر سر قله کو دیگه. خیلی حس حال قشنگی میده. ولی دیگه ما تا همین یاد آمدیم گفتیم دیگه بیشتر از این انرژی نداریم که بیایم بالا دیگه. ببینید دوستا خیلی محیط قشنگیه و همه جا رو میتوندید دوستا، همه جا رو میتوندید. ولی چیزی که قشنگه یه دوستا که وقتی ما اینجا میاییم دیگه واقعا پای میبریم، چند دقیقه فکر بکنیم. خودش مثل استراحت از او که بهتره، از مدیتیشن کردن بهتره دیگه دوستا. خیلی جای قشنگه. الان من دارم تلاش میکنم به اونجا برسم دیگه، ببینم که حتما میرسم انشالله. دوستا دیگه این چهار اطراف ما هسته ولی بالا شدن ازش آسان نیه دوستا، خیلی سخته دیگه. سنگ است و راههای دیگه و دیگه ولی در کل ما میتونیم ازش درس هم بگیریم دوستا. از اینکه قد بلندی رو طی میکنیم و به قله میرسیم دیگه. همینطوری که باید تلاش کنیم تا برسیم به هدف ها و آرزوهای. و دوستا دیگه کسایی که در کابل بودین میفهمین دیگه، اینجا مردم در هر جا خانه جرمونه و اون طرف هم ببینین در اونجا دکو مردم خانه جو کردن، زندگی میکنن، مسجد هسته، در کل دیگه همچین زندگی دارن. خیلی قشنگه واقعا دوستا. هر چقدر بگیم اینجا بگیم دیگه، اینجا کلی لذت میبریم و طبیعت هسته. خیلی قشنگه دوستا. دیگه وقتی خودم اینجا اومدم حس حال خیلی قشنگی پیدا کردم و گفتم بریم یک بار اینجا رو بر شما هم نشان بدم تا شما هم اینجا که آمدین بازم ببینین اینجا چقدر قشنگه، چقدر طبیعت قشنگ داره دوستا. بالاخره یک شیروان پیدا کردم. الان دیگه اینجا استادم باش ببینم که اوش پاک هسته نیسته، ولی خیلی تشنم هستم. در شکم باشه نباشه ولی خیلی آب پاک معلوم میشه، ولی دلم نمیشه بخورم دیگه. فکر کنم اینجا همینطوری آب دارن دیگه، هر تپهشون خیلی خوبه واقعا و فکر کنم که هر وقت تشنه شدن بقیه میتونن از اینجا دیگه دوستای ما رو باشیم و هر کار دیگه داشته باشیم میتونیم از او استفاده کنیم. و دیگه دوستا در کل اینجا طبیعتش خیلی خوبه. خیلی محیطش زیاده دوستا. همونطور گفتم آدم انرژی داشته باشه دیگه بیا اینجا. خیلی خوبه تفریح اینا. و امروز قدر نفر نیه ولی مثلا روزای جمعه دیگه وقتا خیلی زیاد میه مردم، چون که اینجا چکر میان دیگه. جای خیلی قشنگیه.
خیلی خوب دوستا، دیگه من هم تا اینجا تونستم که بیایم و بر شما هم ویدیو بگیرم و خیلی خوشحال شدم دوستا که بازم با تک تک شما صحبت کردم و واقعا دلتنگتان بودیم، سخت دلتنگتان بودیم ما و سلطانی و دنبال یک تایم بودیم که دوباره برگردیم و این ویدیو تنها این ویدیو نیست که ما اینجا رو براتون گرفتیم، بلکه دوستا این ویدیو هست که بعد از دیگه ما برگشتیم هستیم و از تک تکتون میخوایم که مثل قبل با ما باشین و ما رو فراموش نکنین دوستا و خیلی انگیزه میگیریم از تک تک مسیج های شما و صحبت های شما، لایک های شما. خیلی تشکر میکنم دوستا و دیگه بعد از این هستیم و شما هم با ما باشین و لایک و سابسکرایب یادتان نره و یکی در ویدیوی بعدی حتما لیلا جان با من خواد بود دوستا. یا بازم یک بار پرسره براتون نشان هم از آب هوایش لذت ببریم و دیگه خودیم خیلی خیلی لذت میبرم دوستا و امیدوار هستم دیگه شما هم یک روز بیاین اینجا دوباره طبیعتی وطن خودتون را بچشین. خب دوستان، ویدیوی بعدی دیگه بدرود.